خداوند بر زمین حرام گردانده است خوردن جسد پیغمبران را. یعنی پیغمبران اصلا بنده‌های برگزیده الله هستند. پیغمبر را به چیزی و به کسی قیاس کرده نمی‌شود. همین کسای ابلهی میکنن نسبت پیغمبران صلی الله علیه و سلم بعضا بی‌آدابی میکنن تو از هر خلق ملت نباشد این بدبختا. اینا همه عقلشون نمیگیرن نمیفهمن. اصلا نه قیام میشه اما در حال قیام وقتی که عقیده شو همین است که روح پیامبر صلی الله علیه و سلم اونجا حاضر میشه و انا بدعت داره. اینا هم یک گروه از مبتدعا که شاید در فروعات حنفی هم باشند اما در عقیده بیشکش و اینا مبتدی هستند. معتزله بودن. اینا مثلا اینا اولی در همین هندوستان و پاکستان یک قومی از برلویشو میگن. همین برلویو سلام علیکم. و علیکم السلام. بیا بچه خوب هستی؟ عیش جریدی. همین برلویو اینم تاری در محفل معرکوش و دیگه خصوصا میمونن برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم. در نماز خوبه بچه تینجه ربنا انزلنا منزلا مبارکا و انت خیر منزل. اصلا حضور و موجود فقط پروردگاره، این اتریبوت الله است. یکی پیامبر صلی الله علیه و سلم میشنوه هیچ جای شک نیست که حضرت حیات داره، حیات برزخی داره، هیچ جای شک شبهه نداره. در حدیث اومده است والله اعلم در شعب الایمان امام بیهقی به اسناد حسن حضرت صلی الله علیه و سلم میگه که من صلی علی عند قبر سمعته و من صلی علی نائیا ابلغته. کسی در نزد قبرم در نزد اون مسجد روضه بر من صلوات بفرسته بشنوم. اگر به شرط از دور گفتن به من آورده رسانده می شود. در سنن نسائی حدیث است حضرت صلی الله علیه و سلم والله اعلم روایت عبدالله بن مسعود میگه حضرت صلی الله علیه و سلم گفت که این لله ملائکة سیاحین فی الارض یبلغون من امتی سلام. بیشک الله عزوجل رو ملائکه‌ای هست که در روی زمین سیر سیاحت میکنن و هر دعا و درودی که از امتو بر من فرستاده می شود به من میارن میرسونن. حضرت صلی الله علیه و سلم گفت که این من افضل الایام یوم الجمعه. این من افضل ایامکم یوم الجمعه. بیشک بهترین روزهای شما افضل ترین روزهای شما روز جمعه است. صفت میکنه جمعه را و میگه که فاکثروا فیها من صلاتکم علیه فان صلاتکم معروضه علیه. در همین روز بر من صلوات زیادتر بفرسته زیرا اون صلواتهای شما میفرسته به من آورده و رسانده میشود. همه حضرت اوس ابن اوس روی حدیث میگه که یک نفر از جوش خیست گفت یا رسول الله کیف تعرض صلاتنا علیک و قد ارنت. چخیلی صلواتی ما برات عرض کرده میشود که وقتی از دنیا گذشتی خاصیت انسان همی است از خاک میخرش و اشته خاک میشود. حضرت صلی الله علیه و سلم میگه فرمود این الله حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. خداوند بر زمین حرام گردانده است خوردن جسد پیغمبران را. یعنی پیغمبران اصلا بنده‌های برگزیده الله هستند. پیغمبر را به چیزی و به کسی قیاس کرده نمیشود. همین کسای ابلهی میکنن نسبت پیغمبران صلی الله علیه و سلم بعضا بی‌آدابی میکنن تو از هر خلق ملت نباشد این بدبختا. اینا همه عقلشون نمیگیرن نمیفهمن. پیغمبران را به خودشون قیاس میکنن. اون که فرق از زمین تو آسمان در بین این قدر مردمی که زندگی کرده است همین رسولای خدا با خبر پیامبر صلی الله علیه و سلم از 313 تا 317 نفر بودن. مرسل. بله مرسل و پیامبرای مرسل. در میان یا حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم یک آفتابی درخشان است افضل پیغمبران. آنها میشه که درک نمیکنن عقل فراست چون این عقل فراستی مودیگری است. رنگی مو میخوردن جمله اولان بین سبب گمراه زن نگرفتن. بله احتیاج مقصد به خوردن و آشامیدن داشتن. همیشه اندیشه نمیکنن که اخی خونت بسوزه که اخی پیغمبری خدا است. و ما ینطق عن الهوی این هو الا وحی یوحی. اخی حضرت خداوند میگه از خودش گپ نمیزنه. هر چیزی که میگه وحی منزل است.
وحی است که بر او میآید، از پیش خود چیزی نمیگه کو. انا میره بدبخت و عقل شده نگیره. همین چی در زمانهای پیش چی امروز که امروز است همین میبینه بعضی هم بی‌ادبی را از چیزو میانم نفهمیدن. اگر خوب مثلا همین تاریخ پیغمبر رو میخوندن شاید همین حماقت نمیکردن. حضرت مولوی روم تاکید میکنه، میگه کاری پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شعر شیر. اگر چنده در نوشتی فارسی شعر شیر یکی نوشته میشه، فرق نیست در بینشون. اما آخی شیر میخری، شعر میخرد را، شعر میدراند. جمله عالم زین سبب گمراه شد، کم کسی زبدال حق آگاه شد. یعنی سبب گمراهی بنی بشر نمیاد، عقلشون نمیگیرن، همه را به خودشو قیاس میکنن، به همه ارشید خودشو چید میکنن. گفته اینک مو بشر ایشون بشر، گفته اینک مو بشر ایشون بشر، مو و ایشون بسته خواب مخور. این ندانستند ایشون از اما هست فرقی در میان نامنتها. خیلی را میگن آدم ما هم آدمیم. ایتا فکر نمیکنن که اوقی پروردگار بزرگ در دنیا اینمی شاید میلیون ها درخت باشه، میلیارد ها برگ باشه، دو برگ یکی را خلق نکرده است، چی برسه به انسان. هر دوگون آهو گیاه خوردند و آب، زان یکی سرگین شده زان مشکینا. همین آهو یک آب یک گیاه هم میخورند، از یکیش مشک میگیرن، از یکیش تپک سرگین. هر دنه خوردند از یک آب خور، اون یکی خالی و این دیگر شکر. همین بین خمیش نای شکر در خوردن چی فرق نیست، هر چی آب میخورن. خمیش بینش خالیه، این شکر شکر میگیرید. هر دگون زنبور خوردند از محل، زان یکی شد نیشو زین دیگر اصل. همین زنبوری اصل هم همون زنبوری زردک هم چی میخورن، نه که یکیش نشد میزنه و یکیش اصل میده. 100,000 همچنین اشباه بین، فرقشان 70 ساله راه بین. آن خرد گردد پلیدی زو جدا، این خرد گردد همه نوری خدا. همین دو آدم یک خوراک میخورن، یک کس میروه شب تا سحر عبادت خدا را میکنه، یک بدبخت میروه زیناکاری میکنه. همون انرژیایی که در بدنشو جمع اومد از خوردن طعام، یکیش در کاری خیر و نیک صرفش میکنه، یکی در کاری حرام و بد صرفش میکنه. این خرد زاید همه بخل و حسد، اون خرد زاید همه عشق احد. این زمین پاک و آن شور است بد، این فرشته پاک و آن دیو است در. و حضرت میگه هر دو صورتگر به هم ماند رواست، شما مغروری شکل ظاهری نشوه. آبی تلخ و آبی شیرین و صفاست. همین آبی تلخ هم صاف میشه و مثل آبی شیرین، لیکن مزهش فرق میکنه کو. حالت میشه که آبی شیرین با لایولو میشه وقتی بارون میباره، ای آبی تلخ خونه بود همیشه هم تا صاف و صفا. این همین کمبودی اساسی بنی بشر متاسفانه در همین است که گمان میکنن که همون پیغمبران مثل ما هم فرق نمیفهمن که چی میگه. در همین صلح حدیبیه وقتی که مسلمان ها 1400 نفر اومدن به خاطر تحقیق که اینا قصد چی است و چی میخواهن، ابو سفیان داماد شد عروه ابن مسعود ثقفی را نزد شو فرستاد. گفت برو تحقیق که چی میخواهن، چند کسن، بس شو چخیله. عروه ابن مسعود اومد، ای از همون شخصیت های بزرگ این جزیره عربستان است، بسیار مشهور بود. اومد میگه در نزد حضرت صلی الله علیه وسلم نشست و صحبت شروع کرد. یک عادت داشته است، بعضی هم تری فعل حرینه دارن، گم میزنه و همین دستم تکدن میگیره، یا در بند خود زدن میگیره، یا در مقصد تنکید چلیکشم تری میخلم. یه همین عادتش همین دست که ریشی اسرائیل ها میقبیده است، تا دست درست کرده و ریشه هم میقبیده است. شاید در چشم خودش همین احترام بتوه، نه که همین بی‌ادبیه یوقی. بالایش سری حضرت صلی الله علیه وسلم مغیره ابن شعبه ثقفی ایستاده است. مغیره ابن شعبه به همین عروه را جیانش میشه، پسر اپاش جیانش. میگه همین وقتی که دست درست کرد خواست از ریش پیامبر صلی الله علیه وسلم خفه به انگشتش به همین شمشیر با پشت شمشیر با دمش نه با پشتش در همین بندی دستش که زد جانش تنگی کرد.
تو دستی کثیف از محاسن حضرت صلی الله علیه و سلم دور بدار. یک لحظه ایستاد با همین فعلی بد بلوی جان، عادتی بد بلوی جان، با همین دستش رفت میگه نازی هم طرف همه ریش دست درازی میکرد که باز میگه دوباره سختتر زدش از چشمش خطو میگه اتشک برید باید در سرش برداشت سخت داری میگه کرد شلو تو گفت مغیره نیستی؟ گفت بله مغیره هم. تو گفت کسافت سه کسا کشتی گرفتی من خونبهاش ندادم در عوض نیکی بدی میکنی؟ تو جیانی من نیستی؟ تو گفت یک کثیفی مشرکی من مسلمانم الحمدلله. ثقافی مقصد عادی نیست این حبیب الله های آداب سخن گفتن را نگاه بدار گفت او کسایی را کشتی من ترا التماس نکردم او کسایی را که خونبهاش ندادی من ترا التماس نکردم که خونبهاش ندادی اما در پیش پیغمبر ایستاده آخه ما از جان و ایر عزیزتر میداریم بیادبی نکن. من قربا یک کمی اندیشه کرد خشوع اهمیت داد آدم زیرکی به عقل بود. دید که حضرت صلی الله علیه و سلم وقتی وضو میگیره مسلمانان را بگذارن که یکون قطره آب در زمین بچکن اما ای هوا میگیرنش تبرکن در دستان در واسو میشکن. محبت صحابه را دید جان فدایی را دید حال حضرت زبانش نخ شده که درم پیشش حاضر میشوند منتظر فرمان. وقتی برگشت اومد نزد ابو سفیان گفت یا ابو سفیان جنگ نکن که مغلوب میشه. گفت چه خیلی مغلوب میشه ما در وطن خودمونیم ما زیاده از 3000 سرباز جنگی داریم فقط کاوالری هم 300 نفر ای گفت ایو همگی 1400 کس غیر یک شمشیر چیزی دیگر ندارن احرام پوشیده بودن نه جوشن داشتن نه سپر داشتن نه نیزه داشتن چه خیلی مغلوب میشه. گفت اینا یک محبت دارن که با خدا قسم او را به اشیاء دنیا چین کرده نمیشود. اینا تا پای جان میستن تو آخران خطره خون خطی تو جمع میکنن یا با خاطر مادی ها جمع نمیکنن که جوشو بیا بگیرن به شک شکست میخوره تا جای امکان داره سعی کنه که قطیشو سلب ببنده و ایلا عاقبت کار خراب میشه. اما ببینه یک کافر بود وقتی که حیات حضرت دید ما ببینه مسلمان را با حضرت صلی الله علیه و سلم دید همین البته مطمئن شد که بیستی ها با این محبت با این رفتار و کردار یا مغلوب شونده نیستن یا را مغلوب کرده نمیشوند. در اصل 21 بعضی پلیدا سخنانی میگن پیغمبر بخشون قیاس میکنن کسافتی و ابلهیشون را رسیده وقتی پدر سوخته یک از پدر اخته اگر کاریکاتورا کنه جان تنظیم میکنن با سود مراجعت بکنی در سود بکش. کسی را که عزیزی دلهای حبیب الله هست پیامبری که نه فقط بالای مسلمانان با خدا قسم بالای بنی بشر حق داره. این خدای بزرگ این مینتی بزرگ در جان تمام بندگانش گذاشته است. بنی بشر مدیون رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند خاصتا همین اروپایی ها. این همین اروپایی که امروز بدبختی دوران و بی‌ادبی کرده است. سبب احیای اروپا اسلام و مسلمان ها شده که آمد روجر بیکن امثال روجر بیکن در اندلوسیا در شهر قرطبه اومدن تعلیم گرفتن از مسلمان ها اصول و تجربه و لابراتوری را آموختن رفتن همین در کشورهای خودشون عملی کردن. این همین سبب پیشرفت و ترقی و چشید. مرد بدن در کار که این را تصدیق کنی و اقرار کنی.